قول میدم این یکی از بزرگترین دروغ‌های تاریخه که داخل اینترنت چرخیده. این داستان احمقانه که میگه ما فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم. این حرف هیچ پایه علمی نداره. نه تحقیقات تاییدش میکنن، نه متخصصات و نه اسکن‌های مغزی. ولی عجیبیش اینه که این دروغ انقدر خوب پخش شد که حتی آدم‌های باهوش هم اون رو باور کردن. اما واقعیت چیه؟ مغز انسان هیچ نقطه خاموشی نداره. حتی وقتی آروم نشستی داخل سرت انگار یک شهر کامل شبانه روزی داره کار میکنه. بذار واسط مثال بزنم. وقتی توی خواب رم هستی، همون لحظه هایی که عجیب ترین خوابهای دنیا رو میبینی، بخشایی از مغز تو نه تنها خاموش نمیشن، بلکه حتی از حالت بیداری هم فعالتر میشن. قسمت احساسات، حافظه و پردازش تصویر همه با هم دیگه روشن میشن و مغز تو شروع میکنه مثل یک کارگردان زندگیت رو تدوین میکنه، صحنه میسازه و گذشته و آینده‌ت رو با هم دیگه قاطی میکنه. حتی وقتی فقط داری راه میری، قرار نیست فقط یه تیکه کوچیک از مغزت کار کنه. 10 بخش داخل همون لحظه روشن میشن، مثل تعادل، کنترل عضلات، تحلیل خطر و بینایی. پس مشکل ما این نیست که ما داریم فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم. مشکل اینه که مغز ما اونقدر گسترده و پیچیده است که ما هنوز هم نمیفهمیم دقیقاً داره چه اندازه کار میکنه. اگه ذهنت سوال ساخت، من جوابشو دارم. سابسکرایب یادت نره.